به نام خدا. سلام دوستان، به کانال الگو تجاری خیلی خوش اومدین. دوستان توی این ویدیو با آموزش رسم الگوی تیشرت در خدمتتون هستم. میتونید که از اندازه‌های شخصی استفاده کنید یا از این جدول سایز هم بهره ببرید. بریم سراغ رسم الگو. قبلش بچه‌ها تقاضا میکنم که روی ویدیوها لایک و کامنت رو فراموش نکنید، ممنون میشم ازتون. بریم سراغ رسم الگو. یه خط عمود میکشیم و یه خط افقی به این صورت. اسم این نقطه رو میذارم نقطه A. از نقطه A به سمت پایین به اندازه قد بالاتنه پشت. بچه اینجا من میخوام نقطه خط کمر رو داشته باشم، همون اول کار. میام توی اینجا بهتون یادداشت کردم بچه. پس از آ تا بی به اندازه قد بالاتنه پشت که میتونید اینجا از جدول هم بردارید عدد رو و سایز بندی کار کنید. نقطه بی رو دست میگم همون خط کمر هستش. پس من این خط رو رسم میکنم به عنوان خط راهنما. پس این میشه خط کمر. این اسمشو میذارم خط گردن. میخوام نقطه سی رو داشته باشم، خط سینه رو داشته باشم. میام توی فرمول بچه‌ها، میخوام خط سینه رو داشته باشم. میگم قد بالاتنه پشت هر عددی بود تقسیم بر 2 یک عدد به دست میاد. این عدد رو به علاوه 2 تا 4 سانت میکنم. خب بچه 2 تا 4 سانت هر چقدر که سایز بیشتر میشه یا مثلا توی اندازه‌گیری شخصی اگر که فرد به سمت به سایز بزرگ میره، چاق‌تر میشه، عدد 4 استفاده کنید. پس برای عدد 2 مثلا برای افرادی که به اصطلاح لاغر اندام هستن، 3 افراد متوسط و 4 برای سایز بزرگا، این عدد رو لحاظ میکنیم. قد بالاتنه پشت تقسیم بر 2 هر عددی شد به علاوه 2 تا 4 سانت عدد نهایی رو به دست میاریم. این عدد نهایی رو از نقطه آ به سمت پایین. پس بچه از نقطه آ به سمت پایین نقطه بی رو به دست آوردم. حالا از نقطه آ به سمت پایین نقطه سی رو به دست میارم، خط سینه رو به دست میارم و خط راهنماشو رسم میکنم به این صورت. حالا بچه ببینید من باید که از نقطه آ به سمت پایین یک عددی بیام قد رو لحاظ کنم. خب حالا این قدی که بهتون میگم سایز اسمال تا 4x لارج. خب مثلا شما موقع سایز بندی کار کنید، حالا توی جدول میتونید که به شماره گفته شده 44 تا 60 فرق نمیکنه. اینا سایز بچه همیشه یک نماد هستش، گاهن معنادار هستش ولی خب فرق نمیکنه. اینا استانداردهای اروپایی آمریکایی هستش. هرچی سایز به سمت بالاتر میره قد رو بیشتر میگیریم. عددی که بهتون میتونم بگم توی قد تمام تیشرت ها بچه ها میتونید از عدد 65 شروع کنید تا نهایتا تا 75 این قد رو لحاظ کنید. حالا چه توی تیشرت باشه چه توی مثلا کت باشه، اینا این یک عدد نرمی هست که استفاده میشه. حالا توی مدل سازی ها باز بهتون بیشتر توضیح میدم. حالا اینجا عدد رو پس بهتون گفتم. میتونیم پس این قدر رو از نقطه آ به سمت پایین لحاظ کنیم یا اینکه بچه بیایم بگیم که من اینجا خط کمر رو داشتم، خط کمر به سمت پایین 22 سانتی متر عدد ثابت برای قد باسن. اینجا من خط باسن داشته باشم. خب خطش رو رسم کنم و نسبت به خط باسن یا همین خط رو به عنوان قد در نظر بگیرم یا از خط باسن توی شخصی دوزی عددی رو بیام پایینتر و قد رو لحاظ کنم. خب پس اینو کمکتون میکنه، راهنما هستش. اسم این نقطه رو میذارم نقطه E، اسم این نقطه رو میذارم نقطه F. پس تا به اینجا، پس اینها نقطه F من هستش. نقطه ای هم که توی مردونه ثابت 22 سانت رو به عنوان قد باسن در نظر میگیریم. میایم توی خط گردن بچه از نقطه آ سانتی متری رو میخوام بیام به این سمت به صورت برابر، این سانتی متر برابر و نقاط جی رو داشته باشم. میام از 1/5 دور گردن استفاده میکنم بچه اینجا. پس میگم آ تا جی من 1/5 دور گردن هست. اینجا نقطه جی رو به من میده.
خب حالا بچه خط کارو رو هم بهتون بگم، شاید که مثلا خواستید برشی رو کار کنید. خط کارو بچه از آ تا سی رو خط سینه و خط گردن رو تقسیم بر 2 کنیم، خب خط کارو رو به دست میاد. این نقطه رو میذارم نقطه دی، پس این میشه خط کارو رو. من توی الگو نیاز نداریم ولی برای برشاتون شاید که احتیاج پیدا کنید. پس از آ تا دی من میشه برابر میشه با آ تا سی تقسیم بر 2، آ تا سی تقسیم بر 2، اینا سانتی متر برابر. اینجا میشه خط کارو رو من اینو نگه میداریم. آ تا جی رو عرض میکنم خدمتتون. پس بچه ببینید آ تا جی من از 1/5 استفاده میکنم، از 1/6 اصلا استفاده نکنید. 1/5 توی تیشرت ها 1/5 استفاده میکنیم. عددش هرچی شد از نقطه آ به 2 طرف نقاط جی رو به دست میاریم. حالا این خطوط رو رسم میکنیم به صورت عمودی. به این شکل. الگوی پشتم بچه این توضیح زیاد داره که بهتون خدمتتون میگم. از نقطه آ به سمت پایین توی الگوی پشت 2 سانتی متر میایم. پس اینجا رو من اینجوری بهتون نشون میدم 2 سانتی متر از این نقطه تا این نقطه. اسم این نقطه رو میذارم نقطه H. پس بچه اینجا یادداشت کردم براتون آ تا H من ثابت 2 سانتی متر هستش. از این نقطه یه خط عمود میکنم به این خطی که از جی عمود کرده بودم. حالا میخوام هلالامو رسم کنم، هلال هایی که پیشفرض من هستش. بچه من اینجا مثلا بخوام نیم ساز بهتون بگم توی الگوی جلو. پس بچه من دارم الگوی جلو و پشت رو همزمان روی دولای بسته، اینم پشت، همزمان روی دولای بسته رسم میکنم. توی تیشرت ها به همین صورت هستش. این نیم ساز توی الگوی جلو هلال حلقه گردن یه عددی مثل 2.5 تا 3 سانت خوبه. خب این قسمت یه مقداری افقی در نظر میگیریم 1 تا 2 سانتی متر و این هلال رو به این صورت رسمش میکنیم. توی الگوی پشت هم فقط کافیه که مثلا میتونیم 1/3 رو پیدا کنیم. فقط کافیه که این هلال به اصطلاح بسته ای نباشه. خب حالا بخوام بهتون نشون بدم توی تیشرت ها به این صورت رسم نکنید، قشنگ سعی کنید که این هلال بازی باشه چون کشبافت میخواد که بهش دوخته بشه. حالا میام اینجا نکته رو خدمتتون باید بگم. بچه ببینین ما بذارید سرشانه رو رسم کنیم. این کسورات اینجا رو باید خدمتتون بگم. برای سرشانه من میام از این نقطه جی به این سمت عدد سرشانه رو از توی جدول برمیدارم. عدد سرشانه رو از توی جدول یا سانتی متری که دارم برمیدارم، نقطه به دست میارم. این نقطه رو دارم. میتونم که این قسمت رو آرکش رو همین الان یک آرک نسبت به این مثلا 0 متر یا خطکش یا پرگارم رو بذارم اینجا، نسبت به این نقطه یک آرک رسم کنم، یا اینکه آرکم رسم نکنم، نگه دارم فقط این نقطه رو. خط شیب سرشانه رو 4 سانت میگیریم. توی مردونه 4 سانت خط به موازات خط گردنمون خط رسم میکنیم. خب و مجدد حالا یا آرک رو رسم کردیم این تقاطع رو داریم، یا اینکه 0 خطکش رو میذاریم رو نقطه جی و این عدد سرشانه رو اینجا پیدا میکنیم که باز مجدد میرسیم به همین نقطه. پس فرق نمیکنه. این خط رو به عنوان خط اصلی الگو رسم کنیم. یک بار دیگه خدمتتون میگم بچه اینا با هم پس برابر شد. از نقطه جی به این سمت عدد سرشانه رو لحاظ میکنیم، 4 سانتی متر خط شیب سرشانه رو رسم میکنیم، یا این آرک رسم کردیم یا اینکه 0 خطکش مجدد میذاریم روی این نقطه و روی این خط شیب سرشانه سانتی متر سرشانه رو لحاظ میکنیم. به هر حال این عدد رو به دست میاریم، این خط رو به دست میاریم. از این نقطه یه خط عمود میکنیم، خط پیش‌فرض به این صورت.
میام روی به اصطلاح آزادی لباس. این نقطه رو بهش میگم نقطه آی. سی آی هم از فرمول به دست میارم. بچه میگم دور سینه سی آی. میگم دور سینه تقسیم بر 4 هر عددی شد به علاوه 2 تا 5 سانتی متر آزادی. این آزادی معنادار هستش. شما مثلا 2 در نظر بگیری، 2 4 تا 8 سانت داری بهش آزادی میدی. 5 در نظر بگیری 20 سانت داری بهش آزادی میدی. پس هر چقدر بخوایم لباس اندامی تر بشه از عدد کمتر و هر چقدر مثلا فرزن توی شخصیتی مثلا شکم برجسته دارین، از این عدد 5 استفاده میکنیم. پس این آزادی رو اینجا لحاظ میکنیم. دور سینه رو اول تقسیم بر 4 میکنیم و بعد آزادی رو بهش میدیم 2 تا 5 سانتی متر که توی مجموعش همونجور که عرض کردم 8 تا 20 سانت داره بهمون آزادی میده. نقطه آی رو به دست میارم. حالا هم میتونه که این خط اصلیم باشه، به همین صورت بیاد به قد لباس صفر بشه و این خط اصلیم بشه. هم میتونه که از این نقطه میخوایم که بچه کسی که شکم دارن این کارو نکنید، آدمایی که مثلا اندام متوسط و یا لاغری دارن، از این نقطه خط کمر به سمت داخل 1 تا 1.5 تا 2 سانتی متر میتونیم که اینجوری با خطکش پیستوله میتونید به خط هم به هم وصل کنید یا اینکه مستقیم از خطکش پیستوله استفاده کنید. به این صورت این قسمت رو یه مقدار حالت به اصطلاح میگن کمر کورستیش کنید. خب یا اینکه مستقیم با خطکش پیستوله رسم کنید. پایین دامن تیشرتمون رو میتونیم که بچه ها از این نقطه به سمت بالا، دیگه این میره تو طراحی. این که عدد بهتون بگم درست نیستش، ولی به هر حال یک عددی بین 5 تا 8 سانتی متر میتونیم بریم بالا. این قسمت هم مثلا تقسیم بر 2 کنیم یا تقسیم بر 3 کنیم. به هر حال اینجا یک خط رو رسم کنیم و این فضاها رو دوریز کنیم. پس بچه این نکاتی که خدمتتون عرض کردم اینا دل بخواه هستش، میتونه که اعمال بشه یا نشه. میام روی حلقه آستینم میخوام کار کنم. این خط رو تقسیم بر 3 میکنم. از این 1/3 یه خط هلال میکنم به نقطه آی. این خط بالا به قوت خودش باقی میمونه. حالا که این خط شیب سرشونه رو رسم کردم، میتونم که آزادی های ملاحظات کشباف هم در نظر بگیرم. حالا یا کشباف باشه یا از جنس خود پارچه، تریکو هستش دیگه، یه مقدار کیسانی داره. بچه میام توی الگوی جلو. قبل از این که بخوام هر کاری انجام بدم، میام بچه سانتی متر این هلال و این هلال رو بر میدارم. پس مجموع این سانتی مترهای مثلا بهش میگم سانتی متر 1، سانتی متر 2، سانتی متر 1 رو با 2 جمع میکنم. این عددش رو مثلا بهش میگم x. اینو نگه میدارم برای خودم، اینجا الان بهتون توضیح میدم. و بعد میام حلقه ها رو آزاد میکنم. 2 سانتی متر از این نقطه، 2 سانتی متر هم روی CFCB. پس اینجا به این صورت هستش. خب این کسورات حلقه گردن در جلو هستش، روی CF در واقع اعمال میشه، ولی ما چون 2 تا الگوی جلو و پشت رو داریم همزمان رسم میکنیم و فقط اختلافش تو حلقه گردن هست، پس به این صورت که بهتون میگم مراحل انجام میدیم. پس تا به اینجا این فضایی که زردش کردم 2 سانتی متری هستش که کم کردیم و این خط نهایی الگوی جلوی ما میشه. توی الگوی پشت بچه‌ها شما دیگه نیاز نیست از این نقطه به سمت پایین خطی رو رسم کنید، کم کنید 2 سانت، دست نزنید بهش. فقط این نقطه رو در نظر داریم و این هلال رو به این صورت رسمش میکنیم. ببینید به این نقطه. پس کسری الگوی پشت به این صورت هستش که بچه اینجا من بهتون عرض کردم رو دلای بسته هستش، اینجا بهتون نشون دادم باز شدهش رو. بچه این الگوی جلو هستش و این الگوی پشت.
این CF مون، این CB مون. اینجا الان این کسورات رو لحاظش کردیم به این صورت. حالا یقش هم بهتون بگم بچه، این یقه گرد ساده هستش. بنده توی درسای بعدی مدل سازی های تیشرت هم بهتون خدمتتون عرض میکنم. این سانتیمتر اینجایی که برداشتیم قبل از این کسورات، خب این کمک میکنه به ما بچه. مثلا ما توی کشبافا مثلا میگیم که 1 سانتیمتر رو کم کنیم، چون ما اولش قبل این کسورات این عدد رو برداشتیم، پس خود به خود لحاظش کردیم همون موقع. این x رو اینجا لحاظ میکنیم توی عرض 6 سانت. خب اینو روی دولای بسته کار میکنیم دیگه. خب که به این صورت این دیگه هیچ حق دوختی نمیخواد. حالا از این 6 سانت 1 سانتیم سمت 1 سانتیم سمت حق دوخت میره. 1 سانت هم که مجدد اینا رو میخوایم به هم دیگه دوختش رو انجام بدیم و حلقه رو به وجود بیاریم. 2 تا 2 سانت اینجا برای ما باقی میمونه که در نهایت وقتی تا بشه 2 سانت این فضایی که کسر کردیم رو به ما میده. خب پس این میشه یقش. یقه گرد ساده هستش. و در زمان دوختم بعد اینکه سرشانه ها به هم وصل شد، حالا آستین هم میتونه که کار شده باشه یا نه، این رو که حلقش آماده شده 2 تا 2 دوختش رو انجام میدیم، سردش رو انجام میدیم، برمیگردونیم و توی این نقطه حالا یا دوخت 2 سوزنه میریم یا یک بار یا با استفاده از میاندوز. به هر حال این دوخت تزیینی رو هم انجام میشه. جنس پارچش میتونه که از جنس خود پارچه تریکو تیشرتمون باشه یا اینکه از کشبافت باشه. بریم سراغ آستین. بچه آستینی که بهتون یاد میدم بسیار آستین خوب و کاربردی هستش. خب من میام از این نقطه تا این نقطه سانتیمترم رو بچه ببینید این خطی که رسم میکنم، این سانتیمتر رو برمیدارم. هر عددی که شد مثلا بهش میگم سانتیمتر آ. این عدد رو تقسیم بر 2 میکنم. هر عددی که به من داد اینو به عنوان ارتفاع کاپ آستین در نظر میگیرم. کف حلقه رو باهاش به دست میارم و این سانتیمتر از اینجا تا به اینجا، هر سانتیمتری که هستش سانتیمتر بی بهش میگم. این سانتیمتر بی رو به عنوان عرض در نظر میگیرم که توی 2 حالت الگوسازی آستین رو بهتون میگم. پس از این نقطه تا به این نقطه سانتیمتر A تقسیم بر 2 به عنوان ارتفاع حلقه آستین در نظر میگیریم و این سانتیمتر B هم به عنوان عرض در نظر میگیریم. میایم روی رسم الگو. بچه این حالت اول و این حالت دوم که هست که اختلافش رو بهتون میگم که بتونید از نوبت آستینای خیلی خوبی رسم کنید برای تیشرتاتون. یه خط عمودی دارم و یه خط افقی که این آستین کوتاه هستش دیگه. خب از این نقطه A بهش میگم. به سمت پایین قد آستین رو در نظر میگیرم. خب این نقطه رو دارم و خط افقیش رو رسم میکنم، کاری ندارم. از نقطه A به سمت پایین این عدد رو نقطه A تقسیم بر 2 سانتیمتر A تقسیم بر 2 هر عددی شد، این عدد رو به سمت پایین کف حلقه رو به دست میارم. خب میتونم مثلا بهتون عدد بگم، مثلا بگم بچه 10 سانت بیایید پایین. خب ولی این اصولیشو دارم بهتون میگم که چه کار کنید. پس از نقطه A تا B که اینجا برای من کف حلقه رو داره میده، همین ارتفاع هستش، عدد ارتفاع هستش، سانتیمتر A تقسیم بر 2 هر عددی که شدش، این ارتفاع به من میده. این قسمت میام عرض رو توی حالت اول به این صورت لحاظ میکنم. هر عرضی که اینجا به دست آورده بودم همین عدد رو، خب این A، پس ارتفاع رو لحاظش کردیم برای ارتفاع آستین، اینم برای عرض لحاظش میکنیم.
این عدد B رو میام هر عددی که بود از این نقطه B به این سمت سانتیمتر به دست میارم. پس عرض و ارتفاع به این صورت به دست اومد. خب آ رو به این نقطه وصلش میکنم. دیگه عدد بهتون نمیگم، یه مقدار گیج کننده نشه. خب اینو تقسیم بر 4 میکنم. یک بار تقسیم بر 2 مجدد تقسیم بر 2 تقسیم بر 4 به دست اومدش. 1 سانتیمتر به سمت بالا، 1 سانتیمتر به سمت پایین نقاط رو به دست میارم و این هلال رو رسمش میکنم. به این صورت. اینجا میام دور بازو در نظر میگیرم، دور بازی که آزادی هم بهش دادم و اینجا سانتیمتر رو وصل میکنم. اگر که خواسته باشم یه مقدار اندامی تر باشه، نیم تا 1 سانتیمتر اینجا میتونم که هلالش کنم. خب حالا نکات الان بهتون میگم چه اتفاقی افتاد. پس این میشه هلال من. این سیاه رو لازم نداره. حالت دومم بهتون بگم، همین کارا رو اینجا هم انجام میدیم. قد آستین رو داریم، این خط رو داریم، این ارتفاع رو اینجا هم به همین صورت لحاظش میکنیم. و حالا بچه اینجا من عرض اومدم مستقیم عددی که اینجا به دست آوردم و لحاظش کردم. خب اینجا میام اون عدد به دست اومدم و خب به علاوه 1 سانتش میکنم. خب پس من میام اینجا این عدد بی عرض رو که از بالا تنه آوردم به علاوه 1 سانت میکنم. هر عددی به دست اومد صفر خطکش رو میذارم رو نقطه آ و این عدد رو روی این خط افقی به دست میارم. این خط افقی فقط یه خط افقی بدون اندازه هستش. خب پس این سانتیمتر من میام این دفعه روی این خط شیب لحاظش میکنم، به علاوه 1 هم کردم. اینجا این عدد بی عرض فقط ساده عددش رو لحاظ کردیم. خب مجدد تقسیم بر 4 میکنم. 1 سانت به سمت بالا، 1 سانت به سمت پایین. به این صورت. حالا اینم که همه کارش انجام میشه، مشابه هستش. این خط رو هلال میکنم یا همین خط ساده رو میذارم بمونه. اینجا کسوراتش هستش. حالا بچه چه اتفاقی افتاد توی این دوتا حالت؟ این عرض توی این حالت از این حالت کمتر شد. خب و توی این حالت برای کسانی که به اصطلاح بازوی بزرگتری دارن، خب این مناسب تر هستش. خب این آستین جمع و جورتریه. خب حالا فرقش چی هستش؟ بچه ها مثال براتون میزنم. اینجا بچه توی حلقه بالاتنه یه ذره نور تصویر کم شد، ببخشید. حلقه بالاتنه من از این نقطه تا این نقطه روی حلقه بالاتنه سانتیمترش که برداشتم شده 24. خب توی این حالت آستینی که رسم کردم از این نقطه تا این نقطه، خب اینا حلقه آستینا مشابه هست، الگوی جلو و پشت. خب فرق نمیکنه. پس ما اینو روی دولای بسته داریم کار میکنیم دیگه. خب فرق نمیکنه من اینجا پشت بنویسم یا جلو بنویسم. حالا توی این حالت اول که من این عدد اومدم اینجا لحاظ کردم و این عرض من بیشتر از این حالت شد، پس این قسمت عرض توی این آستین بیشتر از این سمت هستش. این سانتیمتر اینجا رو که برداشتم عدد 26.8 به من داد. 26.8 برای زمان کنترل کردن. توی این حالت این عدد رو به من 25.4 داد. خب پس ببینید اینجا 24 توی این حالت 25.4 1 سانت و 4 میل داره اختلاف من میده. توی این حالت 2 سانت و 8 میل داره به من اختلاف میده که جفتشم در زمان دوخت
هضم میشه میره این اختلافی که داره. خب مشکلی برای دوخت نداره. منتها توی این حالت داره به من عرضه بیشتری میده که مثلا برای دوره بازی بزرگی که حالا یه پرورش اندامی که آقایون دارن این حالت مناسب تر هستش. این حالت برای افرادی که سایزهای نرمال تری دارن، دوره بازی متوسط و نرمالی دارن خوبه. خب حالا بچه این کاری که اینجا انجام میدیم به هر حال دنیای خیاطی هستش و متدهای مختلف، روش‌های مختلفی برای به دست آوردن الگو دارن. خب توی اساس بالاتنه مردونه‌ای که من بهتون یاد دادم و اون آستین همه کاری که بهتون یاد دادم توی یکی دو تا ویدیو قبلی، ما اونجا اومدیم بچه دور بازو رو داشتیم، عدد دور بازو رو حالا یا از سانتی متر داشتیم یا از روی جدول برداشته بودیم، به علاوه آزادی کردیم و اومدیم این عرض رو بر اساس این لحاظ کردیم. این کادر رو که رسم میکنیم این عرض رو بر اساس همون اول کار دور بازو رو به علاوه آزادی کرده بودیم. خب و این رسم کردیم، پس با دور بازو جلو رفتیم. توی این حالت ما اومدیم اول الگو رو رسم کردیم با توجه به تمام این فرمول ها و آزادیایی که خدمتتون عرض کردم. هلال حلقه آستین در بالاتنه رو به دست آوردیم، از روی این هلال اومدیم این آستین رسم کردیم. خب پس اختلاف متدها فقط در همین ریز جزئیات هستش و در پایان هم که تمام کنترل ها انجام میشه. به این صورت دوستان الگوهامون، خب حالا این حالت اول و این حالت دوم، این الگویی که من اینجا دارم حالت دوم من هستش و اینی که میبینید عرضش اگر که من مقایسه کنم این عرض از این بیشتر هستش. اینم حالت اول آستین هستش که بهتون توضیح دادم. اینم که الگوی جلو و پشتم هستش. درسته؟ یقرم بهتون گفتم در زمان برش شما به این قسمت پایین آستین، حالا هر کدوم از اینا میتونید انتخاب کنید که چه الگویی میخواید، 2 سانتی متر بهش حق دوخت میدید. خب و توی برش بچه هیچ وقت اینجوری برش نزنید، این قسمت رو بیارید قرینه‌شو نسبت به این خط به دست بیارید که این یه تیکی کم نیاره در زمان دوخت. خب 2 سانتی متر سردوزشو میزنیم، برمیگردونیم تو همین حالتی که آستین آزاد هستش. دوخت 2 سوزنه روش رو انجام میدیم. پایین دامن تیشرتمون رو از این نقطه تا این نقطه بچه تمام این قسمت ها رو 2 سانتی متر بهش حق دوخت میدیم. 2 تا 3 سانتی متر هم 2.5 3 سانت هم میشه. فقط پس من این قسمت دم آستین و پایین دامن تیشرت هم و 2 سانتی متر. بچه اصطلاح پایین دامن حالا تو مانتو استفاده میشه، توی بلوز توی شمیز استفاده میشه، تو بلوز تو تیشرت قسمت لبه پایین لباس منظور پایین دامن گفته میشه. اصطلاح بازاری هستش. حالا اینو دوختیم، برگردوندیم، دوخت 2 سوزنه رو اینجا میبینیم. تیشرت رو میذاریم آخر. خب سرشانه ها رو به هم میدوزیم در حالتی که کارباز هستش. این آستین رو جا میندازیم و آستین که جا انداختیم، سرشانه ها هم که دوخته شده، آستین جا انداخته شده، این حلقه گردن رو با توجه به این الگویی که خدمتتون عرض کردم این قسمت رو دوختش رو انجام دادیم، حلقه به وجود اومده، این از این وسط تا کردیم و با توجه به اینکه این الگو همونجوری که عرض کردم حق دوختاش روش لحاظ شده، این 6 سانتی که عرض کردم با حق دوخت بودش و کسورات دیگه هم نداره. خدمتتون عرض کردم چه اتفاقی افتاد. خود این 1 سانتی که اینجا از دست میره به هر حال باز مجدد کمش میکنه و کسورات دیگه نمیخواد بهش بدید. این درز رو روی الگوی پشت این قسمت قرار میدیم و دوختش رو انجام میدیم. حلقه رو هر دو رو میکشیم قشنگ بچه برسه به هم دیگه. خب نقاط موازنه در نظر میگیریم، میتونیم که توی 4 قسمت نقاط موازنه داشته باشیم و تیکه تیکه دوختش رو انجام بدیم. سردوش رو بزنیم، دوخت 2 سوزنه رو اینجا دور تا دور ببینیم. میتونید که به اندازه 1-2 میلیمتر اگه خواستید که 2 سوزنه نباشه و 2 بار بخواید چرخ کنید
به فاصله 1-2 میل یه بار دوخت رو انجام بدید، دور تا دور دوخت تزیینی رو و بعد به فاصله مثلا یه پایه دوخت بعدی رو انجام بدید. پس یقه رو به این صورت آماده میکنیم. آستین، بعد درز آستین. بچه ما پس این قسمت رو همون اول کار دوختش رو انجام دادیم. از این 2 تا لازم داریم. اگه از حالت دوم آستین رو داشته فرق نمیکنه، از آستین 2 تا لازم داریم. از این یه دونه، از اینم یه دونه. درز آستین رو پس این قسمتاشو دوختش رو انجام دادیم تا آخر. درز آستین رو برمیداریم و با 1 سانتی متر حق دوخت. بچه من رو الگو الان حق دوخت بهش ندادم، شما رو زمان برش توضیح بهتون دادم. میتونید 1 سانتی متر 2 سانتی متر با چرخونگی کار تولید که با سرزو 4 نخ و میاندوز کار میشه. مثلا این لبه ها این دوخت 2 سوزنه رو میاندوز به ما میده، یا پایین دامن تیشرت اینا چشم کار اصطلاحا گفته میشه، یقه چشم کار هستش. اینا این 2 سوزنه هاش با میاندوز کار میشه. کلا این قسمت پایین تیشرت مرحله آخر انجام میشه. و حالا حق دوختی که مثلا ما تو چرخونگی میگیم 1 سانتی متر، توی اون حالت نیم سانت هم بستشه. خب چون این سرزوشی دوخت میزنه دیگه هیچ کسری نداره، فقط یه سرزوز ساده میخواد بره. این درز آستین همزمان با هم دوخت میشه میاد تا قد لباس. خب قبل اینکه این آخر پایین دامنش دوخته بشه. و بله آستین خدمتتون گفتم، یقه رو بهتون گفتم. بعدش هم یه اتوکاری خوب انجام میشه. اگه خواستید میتونید برچسب بچسبونید روش. برچسبی که آماده توی بازار حالا با کیفیت‌های مختلف عرضه میشه. تیشرت ها الگوهاش همینه، فقط با این برش ها یا مثلا توی قسمت یقه مثلا از این یقه های آماده کار میشه یا بیلیتی کار میشه یا به هر ترتیبی که هستش. اختلاف تیشرت ها فقط در نمای ظاهریش هستش که مثلا حالا انواع برچسبا چسبونده میشه. برچسب هم میتونید بذارید روی کار، یه پارچه نخی روش بندازید، به اتو بخار نزنید، چند دقیقه نگه دارید که این بچسبه، بعد بذارید خنک بشه و آروم بکنید و این برچسب چسبونده میشه و مجدد پارچه رو بذارید یه اتو هم با بخار بزنید بهش که برچسب کاملا فیکس بشه. به این صورت دوستان پس من درس تیشرت مردانه رو اساسش رو بهتون گفتم. تیشرت مردانه گرد ساده، یقه گرد ساده، تیشرت مردانه یقه گرد ساده. توی مدل سازی بیشتر بهتون توضیح میدم و مدل‌های مختلف تیشرت رو با هم کار میکنیم. ممنونم که با هم همراه بودید. بهمن‌پور هستم، کانال الگو تجاری هستش.